جالب دریچه آردی من دریچه آردی گذاشتم. سلام بچه‌ها، چطوری؟ دریچه آردی رو که دیدین امروز می‌خوایم بریم عوضش کنیم. نو پیدا کردم تو ادامه ویدیو بهتون میگم. بریم عوض کنیم ببینیم رخ ماشین چه شکلی میشه، اصلا چجوری عوض میشه. با ما همراه باشین. ایر فیلتری که اینجا داریم میدم، قسمت بعدی می‌خوایم کیت مکش براش بندازیم. بریم. خب بچه‌ها این نو پیدا کردیم. خودم تعجب کردم مثلا از اینکه نو پیدا شد، ولی خب یه جایی بود برامون اوکی کرد. حالا به ما نت بعد اینکه ببینید به 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 این اصلا تو استوک فروشی هم این کم پیدا میشه. ببین چقدر نوع برق میزنه. خود حاجی اوندا پشماش ریخته. خب اولین قدم اینه که این زباله رو از اینجا در بیاریم. اصلا کم زور زدیم، اصلا کاری هم نداشت، زوری هم نمیخواست کنه. چه وضعیتی بندازیم دور. بعد بریم سراغ این که اینو در بیاریم. حقیقتا اینجا من یکم گیج بودم این چجوری هم، چون هیچ ایده‌ای نداشتم که چجوری باید اینو عوضش کرد. اصلا کلا هیچ هم مثلا تو نت و اینا خیلی چیز پیدا نمیشه راجبش، ولی خب بالا پایین کردم نه اصلا از اینجا در نمیاد. رفتیم سراغ این پشت. خب گفتیم از این پشت باید اینو در بیاریم این قابو. بعد اینا همه درست میشه. این وضعیت اینجا اینجوری نبین. بریم با هم همشو درست می‌کنیم. یه پیچ این کولی این ته داره جا دستم نداره، منم دستنها دیگه نمیشد خیلی فیلم بگیرم، ولی خب تا جایی که تونستم گرفتم. این پیچه رو ببینید، از این پیچ دیگه هم هست، این ور داشت از زیر باید برم، ولی خب اینو بازش کردم از زیرم انگار باز شد که این زباله دوباره کردیم. اینا کنترل خودش وضعیتی نکنم اینو دریچه دارش. قدم بعدی باید کل داشبورد باز شه برای اینکه بتونیم اون دریچه جدید رو جا بذاریم. یعنی از داخل باید جا بذاریم، از بیرون به خاطر اون جا پیچایی که داره داخل نمیره هیچ جوره. یعنی اینکه باید داشبورد کلا باز شه. داشبورد هم 4-5 تا پیچ داره این وسط و بالا پایینش که اینا رو باز کردیم. حالا جایی که نتونستم باز کنم دیگه نتونستم ویدیو بگیرم با یه دست، ولی خلاص پیچا که باز کنیم بعد داشبورد کامل میاد پایین. این داشبورد رو من بردم بالا شستم تمیز مرتب، یعنی نشستم دارم میبرم که بشه. و اینکه این سوکتاش بعد جا در بیاریم. سوکتای چراغشه، چراغ هم نداره متاسفانه. بریم لامپش بذاریم. نه یه دونه اسپیکر برای ضبط ازش رد شده. این سنسوری که داشت در باز می‌کنی چراغ داخل کابین داشبورد روشن شد. داشبورد رو بردم بالا شستم کامل تمیز مرتب جا زدم. دستگیره دریچه داشبورد خیلی کنار اولش بستیم، ولی باکسی هم اومدیم حالا بعدش زدیم دیگه. ولی خب اونو میذارم تو قسمت ویدیو ترمیم داشبورد که اون پایین میخوایم با هم ترمیم کنیم، اونجا رو ببینید که چجوری باید ترمیم کنیم. لوازمش هم کار نداره. اگه داشبوردت خرابه لوازمشو بهت میگم از دیجیکالا یا هر جای دیگه میتونی بگیری، با 500-600 تومن داشبوردتو ترمیم کنی چون هزینه داشبورد زیاده. مرسی تا ویدیو بعد میبینمتون.